جمع مهربان و صمیمی، این نظام الهی، کارهایی که انجام میدن وظایف الهی است دیگه، دارن انجام میدن. زیر این ظاهر چی هست؟ ابن زیاده های زمان موجود یعنی این حاضر، یک، دو. من میخوام قدردانی کنم، از این میهمانی استفاده کنم. پارچه آب هست، لیوان هست، ظرف چینی هست، بست هست. من میخوام دکتر احمدی نژاد سر کار باشه. من میخوام آرامش نباشه. امروز با اینکه وحشیگری نظام اسلامی چند برابر شده است، شکست را شما در ناصیه نظام مشاهده میکنید. مردم از ته دل از رئیس جمهور، از رهبری متنفرند، از امام متنفرند. علت این منفوریت چیست؟ یکی دوتا نیست. عظمای ما حسینی بیچاره ملت بدجور دارن میان بیچاره کسانی که عمرشون رو در راه این نظام صرف کردن. اگر چنانکه از این کار شما خسته شدید، مأمور انتظامی هستید خسته شدید، مأمور امنیتی هستید خسته شدید، مأمور سیاسی هستید خسته شدید، اگر جندالله حزب الله ملتفت نیست که ملتفت نیست، خب اینا مصیبته. رهبری عملی است. دکتر احمدی نژاد هم باید عملی بشه و نیاز روز ماست که البته اینجور مصرف کردن فایده نداره. ما باید تزریق کنیم، تاثیر خیلی زیاد داره. عظمای ما حسینی بیچاره خب اینا مصیبته. ملت بدجور دارن میان بیچاره اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش مخمل روش باشه اما زیرش یک دست چدنی باشه، اون دست خود بنده است. بنده با چنگال‌های خونین خود راه شمرها و یزیدها و امام رو تعقیب میکنم. مأمورین این دستگاه از صدر تازه اهل تجاوزن، اهل دستاندازی به ثروت دیگرانن. امتیازات دولت مردانم از همین قبیله که با قمه با شما این ملت رو بکوبن. چرا؟ چون حکومت و ولایت با جدیت احساس ضعف میکنن، احساس شکست میکنن. ببینید شقاق و شکاف صورت گرفته، قیامهایی صورت گرفته. اینا خطرناکه ها، شوخی نیست. عظمای ما حسینی بیچاره اینا خوبه؟ ملت بدجور دارن میان بیچاره انشالله اشتباهه. ماها دیگه حال نداریم واسه نظام کاری کنیم. خسته شدیم. ماها دیگه حال نداریم واسه نظام کاری کنیم. جا نداریم در بریم بیچاره من یک چهره غلط دارم، استخوان‌بندی ناقصی دارم. امام یک حرف مهملی و چرندی گفت. نظام اسلامی هم در این 30 سال مثل گرگه‌های گرسنه خبیث و رز پیش رفت. حالا هم در این روزهای آخر عرض میکنم بالاخره سال آخر سال حرکت به سوی امام هست. این تمام کردن کاره که میفرماید واستعینوا